در مشورت اوگوستی کارمندان ساحه تحصیلات ابتدایی کسبی که در آموزشگاه کسبی تکنیکی نوحه شهرینه برگزار گردید، آموزگاران از تمام آموزشگاه‌های کسبی تکنیکی مملکت اشتراک نموده نخست با نمایش دستاوردهای خوانندگان مدال و افتخارنامه‌های در المپیادهای فنی جمهوری و بیرون از آن به دست آورده آنها قرائت شعر در اجرای طالب علمان کالج لیسه‌های نوحه دیدن نمودند. در جامعه اوید به نتیجه برداری از آمادگی به سال نو خوانش معاون رئیس نوحه، سردار تحصیلات ابتدایی کسبی و تعلیم کلانسالان، مرکز تعلیمی متدی و مانیتورینگ صفت تعلیم و رئیس شورای دیرکتوران مؤسسه دولتی تعلیمی ساحه تحصیلات ابتدایی کسبی دایر به انجام کارهای تعمیر آموزشگاه‌های کسبی تکنیکی، تامین با میز و کرسی و دیگر مسائل وابسته به آن برآمد نمودند. در مشورت اوگوستی زیاده از 50 لیسه‌ها رهبران، جانشینان دیرکتور رو اشتراک نمودند و آنها به بخش‌ها جدا شده در بخش‌های خود آید فعالیت و تجربه خود بررسی‌ها نمودند و ما آموزگاران وظیفه داریم که از تجربه بوی آنها به خود برای صیقل دادن مهارت ملکه آموزگاری خود، برای تیار نمودن جوانان به طلبات بازار مهنت وطنی و جهانی جوابگو، یعنی که کارمندان و کسب آموزان اختصاصناک را تربیت نمایید. نمایندگان ضمن بیان اندیشه اظهار داشتند که در راه اجرای سیاست معارف پرورانه و دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان بهر تحکیم پایه‌های مادی تکنیکی مکتب‌ها جلب خوانندگان با مشورت‌های عملی تدبیرها وسعت می‌یابند. در این مشورت اوگوستی که امروز برگزار گشت، ما متخصصان این ساحه یک جهان تأثیرات نجیب به خود برداشتیم که عاید ساحه تعلیم و پیشرفت سطح و صفت دانش اندوزی کسب آموزان را میتوانیم بلند کنیم. در این مشورت مسئله های جاری وابسته به تعلیم، تربیت و از خود نمودن برنامه های تعلیمی از طرف کسب آموزان لیسه های کسبی تکنیکی یعنی در معرض بررسی قرار داشته بودند. در جنبش برنامه پرمحتوای تهیه نموده بخش فرهنگ و شعبه معارف نوحه در وصف علم و دانش، مکتب و صاحب استقلالی در اجرای خوانندگان نمایش داده شد.